و تهدید نکه محمد اقبال. چیزایی هسته که امروز باید پیش را شد تمامی انسان های با عقل در سیاست باید گپ بزنند به مردم که بله همه انسان کرده سای همه انسان که با کاری به عقلی زیاد های اشاره هسته که بعضی انسان ها که برادرها میگه جاوگر میده خودش خچه محمد اقبال، بله قبول داریم یک از زبان سیاست مدارا، اما باز یک اشاره محمد اقبال بس کن تهدید خطر ایجاد کردن و نامردی تا در مخالفی شوندن. او قدر اگر نامردی نفرت داری زوری بیوی نه در برلین نیامد ندیمد پیش سفارت و ندیمد در تظاهرات هیچ جو نمیبینیم تا همون خانچت نمیبرد بگو مظلوم شرمنده یا ما شده محمد اقبال یا شما همین ربدون که محمد اقبال پروردگار هر انسان ها چهرش آشکار میکنه که تا کجا کی مرد کی امانت داره کی در گپش جوابگره و تمامی خدمت ها تمام مرد که من امروز با مینت یا که با تهدید یا که برگردان من ترا یکم اشاره نمیکنم، اما بدون که من انسانی هستم جواب میتونم در زندگی خدمت نشوندن تمامی شبکه‌های برنامه‌های مبارز و مخالفینم. خدمتی که در هم میدیا انسان میدونه گپ میزنه با چهرهش همون خودش بسنده برای مردم که همجا تو در اومدی غیرت کردی گپ زدی ده ویدیو نکردی بابا گریزی برای که جدا نمیدونم در کجایی یا نفر داخل مون داخل روسیه با چهره آشکار زیاد گپ زدگی امروز اروپا الحمدلله جای به خطر با گم از در رفتن میگیرم. اما محمد اقبال خیال کرده که من اونجا زندان میکنن یا میکشن یا میقپن میبرن دیدگاهی حرامی تایم بود که سوء استفادهش کنیم گپ زنه در برمون برآمد کنه ای نابوچه خدا نگهبانش رفت زندان قتلش شکنجهش تمام سیبسد کردیم مرا ای زندگی رست و آزمایی کسی نامردی کسی که تو آخر بکن نشو روز ساعتی که سگات سه چهار تا نمیدونم لو دهنشون پشقه کردی بازم تکراری میگم 5.5 ساعت پیش در سیاست اومدگی های روچکر همه تش سوزه خوش نویستن نمیتونم. خب امروز شیده شاخه و جنگی محمد اقبالی صدردین در خودش قانون گرفتن نشد روزه که بعد 1000 بار استغفرالله کنین و پیش خدا توبه کنین دیگه پروردگار اولش من میخوام ببخشتونه چون که بسیار کار حرام کردی محمد اقبال فتنه آوردگی گپای زیاد بسیار میزنی چیزی نبدگی را این بروی گپ میزنی اما کار باری سیاسی شخصیتی که با من در کار نیست همون انسان خیلی چی میگوی که همی اگر تو کمک میکردی چی کم میکردی مرا دکنی تو هم میدن ای فرانسی نگریخته رفته انگلیه خیلی و خیلی انسان این خودش رنگ همه آتیه بیچورا گریزه این اومده اینجا ده پارلمنت یک شاخه دولتداری چیکار کنه امروز که خود همون با دلی تازه قطعی مردم نتونیست یک روحانی یک ملا زبان بیاوی جنگ نه صلح دعوت کنی هر خطایی رو تو ببینید برو گپ زنی پسی پرده روی پرده اما دلیل داشته باشی در حقی ما و جاویدون گپای نمون نگوی این قدر مثلا سخانه افراز یک دلیل از لپس یک چرا دکازد که مردک باشی چیزی داری برو در دست نوار داری سگا داری که من نمیدونم پیشکات برو در اینترنت نترس اگه جای من نوار دارم چیز اکسم همه در اجازت چیز داریم آشکارشون در اینترنت این مردک خوب اگر که تو مبارزه بودی قطعه بله ها با شخصیتم با زندگیم اومدم مبارزه بودم همون با زندگی اگر مخالف با زندگی اگر برادر تهدید نکردم اگر هم که زبان نیفتم قطعی اگر برادر مخالف سیاست های با شخصیتش نرسیدم خب با داخل تلفن این چقدر نشدم اشاره همین رو بدون محمد اقبال با خدا قسم من اخیر میترسم نه من اخیر نمیدونم قرضدارم متهمم کسی هست که این از دربار دست بیاگم تعریف بیاگم شیطانی
нафрат, кина, муттаҳам кардан, бӯтон, тӯҳмат, миннат. Чизи шумидагӣ ман миннат, алҳамдулилла, ман биштар қабул надорам. нест тамошобиндар барад. Чӣ дар кор буд ҳамин корҳое ки паси парда кардӣ, рӯи парда кардӣ. Ай мардум пул дизидӣ охир инсон. Ягон гапа ман набурамад, тра нагуфтам, на дар буд, на паси парда, гуфтам хай худо ҳидоят шуда охир. Ин видеои маро мебинӣ? Марда гори. мебурам ақлӣ дар байни мардум ҳардумон гап мезанем малака. Бо фурат медиа даъватат мекунам, фурат зинда, фурат минбарта меомедрон соат минуша мемонӣ, эълон мекунӣ. хоб ман ин сайти ҷовидон ғайрузода ман дар барат меоместам чӣ далели ҳуҷҷат дар муқобили ман дорӣ, инқадар ту маро пас гуфтӣ, сиё гуфтӣ, номардӣ кардӣ. Lekin to oxir ham esti, savol javob meکنی. داد نمیزنی خود شما تا طرف معلا نمیکنی. آرام. میدونم که الان دلیل نداری. چخیلی که جویدون غیرزاده گفته سایتا که بیو اگر ما آدم نامرد افلاس باشم در استریم، در افیر قطعت گپ میزنم، در شخصیتت گپ میزنم، پسی پرده لو چه خیلی که معقوله. تو میگی که نه، اما زنگش میزنی بعدی که فهمیدی بگیم کارا بزرگ کردی به اساس به دلیل دیزینفورماسیون همون اسماعیل دلیبای شگاری هر چی را گرفتی لقمه حلال بود حرام بود حسابش نکردی تو گریه میکردی یک وقتا کو آنان کودکان ما را باید جمع کنیم با کودکان ما تقسیم کنیم کو داد میزدی کو خیلی امروز زندگی تو چرا اگه نه هم سنگرت فرق میکنه تو روحانی هزار میلیون را جمع کردی برای منفعت شخصی خودت چرا کودک همسانگر تا نگاه نکردی که اون روزا گفتم دیگه باید این کارو بکنیم اگه پد گشتو که کسی نکردیسی برای منفعت شخصی خودت پول جمع کردی مردم میدونه تمام مخالف میدونه چیزا اما نمیخوان که برای گپ زن به خاطری که میدونن که فایده نداره